گوشه گوشه قلب ما از داغ عزیزان ما سوخته. ما چیکار کنیم؟ این دردهای دلمون کجا بگیم؟ اینجا فرمودن قدر خاک قبر پدر و مادرتون داشته باشید، به والله برید یه بوسه به قبر پدر و مادر بزنید، بگی مادر دوست دارم، بگی بابا دوست دارم، براتون دعا میکنن. خدا به دعای مرده پدر و مادرم استجابت میکنه. اما یه جمله بگم، منو حلالم کنی. یه چند روز قبلی روز پدر بوده، عزیزان واقع سفر سالیان گذشته می اومدی تو خونه یا بابا، یقینا امسال دست خواهر و داداشاتون گرفتید، یه دست گل گرفتید برای بابا شعبان علی جان. آروم آروم اومدید کنار قبرش، صدا زدید بابا جونم روز پدر خوبه، اما برای دختر و پسری که بابا دارم، باباتون رو دوست دارم، هرچی دارم از تو دارم. حالا سوز دل دختراشو بگم، میگن دختر نوح خانه پدر و مادره.